به هر کسی که آخوند باشه یا بگه که به الله سجده کن کمک میکنه که بتونه دزدی کنه. الله محتاج اینه. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، سبحان ربی الاعلی و بحمده. یعنی چی؟ 17 دفعه میری رکود میگی اینو میگی یعنی چی؟ ببخشید 34 دفعه 17 رکعته، تو هر رکعتی 2 دفعه میری سجود. میفهمی چی میگی؟ نه، الله گفته، الله آسمونی گفته مردم رو غارت کنین، الله زیرزمینی گفته سهم منو بدین به آخوندا. کی گفته؟ خدا آخوندا. تو فکر کنی مسلمونی؟ نه، تو دین آخوندی داری، همه چیزت آخونده. اما مسلمونی چی بلدی؟ وای حسین کشته شد، شب قدر، ماه رمضان، 40، 28م وفات امام حسن مجتبی که توسط یکی از زنانش زهر بهش داد و امام حسن چون علم لدنی داشت گفت من میخورم ببینم زهره چجوریه. در دین اسلام محمد 17 ربیع الاول، یه اختلافی داره، 8 روز 9 ربیع الاول و 17 ربیع الاول. سنی ها میگن 17 مرده، شیعه ها میگن 9 یا برعکس. سر مردن محمد دعوا داره. ما دیدیم، شماها ندیدیم. هنوز دنبال اینن تو صحرای عربستانن. ماهو کی دید که روزه باطله؟ اللهی که انقدر عقلش نرسید گفت با طلوع خورشید، با صلات ظهر، با غروب خورشید نماز بخونید، نمیدونست تو قطب شمال 6 ماه خورشید اون بالاست. بلد نبود چون اونجا رو هنوز نیافریده بود، تو لوح محفوظ ننوشته بود. تازه اصلش برید راجع به کیش مهر بررسی کنید، ببینید پیروان کیش مهر صبح قبل از طلوع آفتاب به خاستگاه نور و مهر و خورشید نیایش میکنند. ظهر وقتی میاد بالا سرشون نیایش میکنند و شب موقع غروب آفتاب که آسمان قرمزه به طرف خورشید باز نیایش میکنند. حتما کیش مهر از دین اسلام دزدیده، چون کیش مهر مال قبل از زرتشته، ولی چون تو لوح محفوظ بوده همون وقت دین اسلام دزدیده. برای این تداوم دزدی یک راهه، اسلام نیاب محمدی بیزش درسته بمونه، نیفته زمین بشکنه. چون هم الله بمیره، هم امام زمان که گفته سهمشو بده به من. اون وقت بابایان نمیدونن چی کار کنن، نمیدونن سهمو به کی بدن. اون کسایی که دزدی میکنن نمیدونن سهم دزدی رو به کی بدن که حلال بشه. باید بالاخره یه آخوندی بره تایچا، صبحونه‌شو تایچا بخوره، بیاد بیرون بگه که این امام زمان امضا کرد بده به من. درود به شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هم با هر باور مذهبی و هر گویش. در 27 سال پیش
واریته آخوندی یک رو که می ساختیم، این شعر توسط ارسلان منادیمهر گفته شد و توسط فخری نیکزاد دوست عزیزم اجرا شد. ارسلان دیگه بین ما نیست ولی فخری هست و هنوز فعال در لندن داره کارش انجام میده. هموطن اکنون لباس تیره برتن کن، روز سوگ ملتی افتاده در خون است. هموطن اکنون لباس تیره برتن کن، روز سوگ ملتی افتاده در خون است. سالگرد منبر و روزه است، سالگرد سرخ خونخواران یغماگر، سالگرد شوم ابلیسان پیروز است. روز آشوب است، روز محکومین و مظلومین خونالود، روز شیطان است. روز خنجر خوردن از پشت است، روز اشک و غربت و زاری است. ناله خونین به روی سینه بنشان، روز سوگ ملتی افتاده در خون است.